چند وقت میم ندیدم، اومدم ببینم آقا چی داره میگذره تو این روند میما. چرا معلومه یاد علی پروین میاد. اومدیم بریم میم ببینیم و ببینیم آقا تو این بازار میم چی داره میگذره. بچه‌ها اگر هم دوست داشتید شما میم بسازید و حالا یه جا آپلودش کنید، میتونید به من بگید که یه دیسکوردی راه بندازم و اونجا جوین بشیم و حالا کارا رو کم کم جلو ببریم. ولی خدا هوای ایرانی‌ها رو داره جدی. خدا در مواجهه با یه ایرانی رندوم الان اینجوری که شت تا فاک بایدن میره و ترام میدونه که گذشته فریبم آینده وحشت دارم. فکر کنم این قضیه ترام این بوده که داره این LGBT مادری میاد بیرون. من چرا دارم اینا رو میگم؟ هر گوهی میخورید بخورید. واکنش صادقانه من 6 سال بعد اینکه دختر عمه ها و پسر عمم بهم گفتن جلو در اتاق وایسم تو کسی نیاد داخل. ببین حالا کاری ندارم عین یه بول شماق نیم وجبی اونجا وای میستادیم، دختر عمه و پسر عمه چرا باید توی نه ببین من مریضم، تو مریض نیستی. تو هم میتونی مریض باشی. الان که فکر میکنم تو هم مریض باشی. تمام شد. من در حال چه کیفیت فوق العاده ای داره. من در حال توجیه کردن اسپاتیفای که میتونم تو یه روز به 5 تا کشور مختلف سفر کنم. همین یوتیوبی که شما نگاه میکنید همین کار داری میکنید. توف بیاد به این وضعیت. خب برای امتحان فردا مثل سگ خوندم. فردا حتما 20 میگیرم. واکنش کانال مرتبه توجه به والدگیه. شما درس هم میخونید یا یکی از ویدیوهای کامل بلایندیت رو ببین یا با تمسا دست بده. من پشمام طرف رفته یه چیه پوست تمسا انداخته رو خودش. منم باید همین کارو میکردم. فردا بچه ویدیو بلایندیت داریم. خداحافظ. من وقتی روز دادن کارنامه بیرون در مدرسه به بچه‌ها پوشک و پتو بالای سایز نیمکت اوه آجی ایده خوبیه. اینه که مثلا بربری بزنی، مثل اینه که گیمنت بزنی برای بچه‌های مدرسه که بعد اینکه میان بیرون بتونن بازی کنن. بنده هنگامی که علت تمام بدبختیام توی پست انگیزشی انسان میفهمم. خودت بله رسایی که مامان بزرگا پدر بزرگ تعریف کردن. ببین خب آخه بیشترشون دارک بود، یعنی اصلا اون موقع خیلی براش شیرین بود. این یه میخوابیدی بعد یهو الان که بزرگتر شدم من واقعا میفهمم خیلی چیزای دارکی بودن. من اصلا نمیدونم اینا رو از کجاشو میآوردن. نکنه واقعیت بوده و اگه واقعیت بوده وقتی تو خونه رفیقت برای اولین بار از توالت فرنگی استفاده میکنی ولی بعد کشیدن سیفو میبینی آب داره میاد بالا. آه دایم ماجی فرنگی کاری ندارم. فکر کنم تو ایرانی انجام بدی و همین اتفاق برات بیفته. حالا سیفون هم نه آبو بگیر ببینی داره میاد بالا. حس معلم بعد از اینکه گفت علم بهتر از ثروت است. داداش با علم میتونی پول در بیاری. ثروت خفش شد. وقتی میمیری ولی نمیری گولاک داداش. تو لابی هم نمیری. بالاست با اینجا اینجوری گفت یا من اینجوری فکر کردم بالاست تهش بهت بگه نه. عجب میمی بودین. عجب میم خفنی بود. خیلی خوب بودید. 10 از 10 میدم این میمو. فوق‌العاده بود. بچه‌ها اگر واقعا دوست دارید خودتون میم درست کنید و من بهشون ریاکشن برم حتما به یه چنل دیسکورد اوکی کنم. وقتی روزه‌ای و چشمت بخوره به ایموجی. یه سوال بهتر که براتون پیش میاد چرا این ایموجی استفاده شده؟ مثلا اون همه غذای دیگه وجود داره چرا چشمت باید بخوره به این؟ مسئله این است وقتی به شانسی ترین شکل ممکن رفیق رو تو دوئل میبری میگی یه دست دیگه بازی کنیم ریمچ بدیم. هل نو هل نو. وقتی که فهمیدم قلب این شکلی نیست.
قلب این شکلی نیست ها. وضعیت یوتیوبر هایی که به تازگی زن و رل گرفتن که اوکی. ویدیوش چقدر دارک بود. هیچی برای امتحان نخوندم رفیقم. حاجی منم هیچی نخوندم. همچنان رفیقم 489 هزارم ثانیه بعد اینکه بر یارو تو توضیح. وای همینه. طرف میرفتی مثلا میگفتید برادر این سوال چیست؟ من نمیدانم، من خودم نخوندم، من 5 فصل نخوندم. سرتو مینداختی پای میوردی بالا برادر. اینجوری بود که خدا نگهدار ما رفتیم. آره پسرم ادیتور تو برنامه ادیت ویدیو ادیت می‌زنه، برنامه ادیت پسرش. hell no man. با کارش بابام وقتی ساعت 10 شب بهم گفت درساتو خوندی دیگه و من گفتم تازه میخوام شروع کنم. با سرت پاراست. ابهتو داری میبینی اینجا؟ آره یا منو پولدار کن یا منو پولدار کن. آمریکا تنها چند رنده شدم تو لای. حسی که دارم وقتی با 12354 مون دست و پا میشینم انیمه رمانتیک. بچه به نظر شما انیمه ها رو فقط بچه ها میبینن یا نه؟ وقتی یه کاپل رو میبینم که خیلی عاشقانه ما هم رفتار کنن سینیه در حال ازدواج هستم. مثلا قربون سلامت الکی واسه چی؟ که چی بشه مثلا؟ که چی بشه؟ دوست دارم. منم دوست دارم. همین. زندگی اون معلمی که نمره مستمر همه رو 20 میده با اینکه همه مسخرهش میکنن. تو دستشویی داری زور میزنی ولی یهو همش میاد اون لذت خاص. من الان خود چی بگم؟ الان راجع به میمم نظر بدم. من هیچ نظری ندارم راجع به ایمی. اصلا نمیدونم راجع به چی داره صحبت میکنه. معلومه تو همون داره چیکار میکنه که انقدر اون تو مونده بی پدر. همچنین من با جنه همون گل نداشت بدون بس یک ایرانه. چپت گل بگو. چپت گل. خب دوستان دیگه همه چی آماده است، فقط چجوری شروعش کنیم. کارگردان ایرانی. من یه ایده جدید خواستم. دقیقا همینه. اتفاقا فیلم های عاشقانه بعد یارو 50 سال به هم رسیدن. عزیزم بذار برم برات آب میوه بخرم. آب میوه میخره ها بخواد بیاد. خدا نگهدار. این بودم میمای سوشر ما. امیدوارم این ویدیو لذت کافی برده باشید. اگه دوست دارید میم خودتون بسازید و بذارید که من ببینم حتما بگید. بچه‌ها چنل دیسکورد بذاریم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.